دیگر گفته است که بعضی ملاها هستند که برای دعا خواندن و یا تومار و تشتاب دادن کسلی ها میگوید که اول به این مقدار سم یا یگان چیز بیار. آیا دعا و تومار تشتاب این شخص ها فایده دارد یا نه؟ بعدا در حق ما دعا کنید. خب این سخن البته که ما هم میشنیم، لیکن باورم نمیآید که این خیلی آدم باشد. ندیدم در یگان جا نوشتگی هم باشه میگه همین خیلی هستن، میگه ایتا یگان حجتی نیست که فلان در فلان جا باشد، همین خیلی یگان کس حجت ندارد. اگر به شرطی که دعا خواندن البته که جایز است، اما دعا خواندن دعاهای معصوره باشد، موافق حدیث پیغمبر باشد که رسول الله در بسیار دعاها خواندگی هستند، دیگر از قرآن باشد. اما بغیر قرآن و دعاهای معصوره حدیثی دیگر چیزها را خواندنشون البته که این چی است که غیر سنت هستند، بدعت هستند. یا اینکه در زمان پیغمبر رسول اکرم معوذتین سوره قلاوز و فلق قلاوز و بنوس قل هو الله را میخوندن، در کف مبارک شوف میکردن، به همه اعضای بدنشون را میمالیدن. یعنی پیش از خواب کردن همین را عادت کنین. خوب از همون روزه هر چی قدر سوق چشم باشد وهم باشد، چیزی که در وجود انسان است همون نابود میشود. یعنی در کف دست مشت میکنی، قل اعوذ بالله فلق قل اعوذ بالله بناس قل هو الله احد میخونی، آیت الکرسی را بدانی اگر میخونی، همون را در کف دست شوف میکنی و تمام بدنت مس میکشی. همون روز هر چیز زیان زحمتی باشه از بدن شما دور میشه. رسول اکرم را کردن. دعا خواندن به بیماری ها البته جایز است، صحیح است، اما دارو و طبابت کردنش هم جایز است. در مسئله تومار حدیثی هست که این رقا و تمایم و تولت شرکن دعاخانی یا تومار شرک گفته است. اون دعاهایی هست که نه از قرآن است نه از حدیث، یک سخنهای کم چخل که همون دعاخان خودش معنای او را نمیدونه. بعضیش هست که افسون مور غندل کتابچه ها هست، او نه تاجیکیه نه عربیه نه روسیه نمیفهمش که در چی میلاد بشه. و یا اینکه تومار همون توماری که تومار نه همون تعویضاتی که می نویسن اگر از آیت قرآن باشد یا از مثلا که حدیث پیغمبر باشد، مثل اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، همین خیلی ها باشد در گردنش کنه، این جای گناه نیست. اگر چنده که مثلا بعضی ها بدعت شماریدن، اما برای منعش وقتی که حدیث نیست، برای منعش او را آویختنش جایز است، هیچ گپی ندارن. با شرطی که از آیه های قرآن باشد، از حدیث های معصوره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باشد، جایز است. اما نرخ ماندن یا حرام است، چون که قرآن نرخ ندارد. قرآن 1400 سال شد او را نه فروخته میشد نه خریده میشد، چون که قرآن نرخ ندارد. یک الف از زمین و آسمان، هر چیزی که در زمین و آسمان 18,000 عالم است، با یک الف برابر نمیشه، چون که سخن خدا هست. فروختن خریدن فقط مقاوم، نرخ کاغذ، نرخ رنگ همون را نرخ مانده میفروشن میشد، اما خود